سه سال پیش این خانه دیگر بود و به تعمیر نیاز داشت. اما با سبب نبودن مبلغ و قوه و توان همسری سعادت خوجیوا منزل را تعمیر کردن نمیتوانست. سعادت خوجیوا معلولی مادرزادی بوده همه کار را با پای انجام میدهد. سال 2019 رادیوی آزادی از زندگی او گزارش آماده کرده بود. بعد از این گزارش پرزیدنت امامعلی رحمان در پیام سالانه‌اش از او ستایش کرد. ستایش پرزیدنت ده ها منصبدار را به خانه او کشاند و تعمیر خانه‌اش را آغاز کردند. خودی سعادت میگوید که از همان سال تا حال منصبداران به خانه‌اش رفت و آمد دارند. چی در کار گفتم خیلی میشه خاکش نخدا. سوز گفتم دیگه. یگان قبل گفتم واسه. اولی سال 2020 رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده از خانه سعادت دیدن کرده بود. او دستور داده بود که تا آخر خانه سعادت را تعمیر کنند. اما این دستور اجرا نشده است. میشه خیلی شکر نوا. شکر نمیکنم. نفقه سعادت خوجیوا 3 سال پیش 130 سامان بود. حالا تا 325 سامان بالا رفته است. یک گزارش توانست زندگی یک معیوب را دیگر کند. اما قهرمان دیگری ما میگوید که مقامات به وعده‌های داده‌اش تا حال وفا نکرده است. اسفندیار همراهخان ساکن 31 ساله دهه توتای ناحیه مومن‌آباد برعکس دیگران با دست راه می‌گردد. او با این مهارتش شناخته شده در پشتش 30 کیلو بار را می‌بردارد و با دست مسافه دراز را طی می‌کند. خود و همسرش کالج طبی شهر کلاب را ختم کرده است. اما با سبب نبودن جای کار روزگارش را با چرانیدن گاوی مردم و مردکاری می‌گذراند. اول یک فرزند داشتم. روز خیلی 2 تا فرزند شده. یا که یو در بو نکنی نمیشه. خیلی دیگه میجبم خوای دست قد فقط. بو پو قد نمیشه. خوای دست قد اگون جو میشه کوری دستی میشم. میرم کوری دستی را میکنم. مقصد میرم اون دکون درون چی میخرم خیلی. اسفندیار برای گرفتن یک پارچه زمین برای بنیاد منزل خیلی تلاش کرده است. اما به نتیجه. پس او مجبور شده است تا خود خیشت ریخته در یک کنج خانه پدر خانه بنیاد کند. این منزل نیم ساخت را او با دستانش ساخته است. اون یک زمین رو یوردم شد. مقصد مخدم مامی دیگه شکل بالا میگیره. طبق قرار به اسفندیار زمین داده شده است. اما او میگوید که زمین در نام هست و ولی زمین را ندیده است. گرداب زندگی این قهرمان ما را با خود کشانده است. حالا او میگوید دیگر نیرویش را برای کار صرف میکند نه برای راه رفتن و گذاشتن رکورد. اکنون از این دو قهرمان ما یکی در فکر زندگی خود و سیر کردن فرزندان است. دیگری در کار خانه بند و فرزندان نگاه بینی او. یکی دست ندارد با پای کار میکند، دیگری با دست کار میکند و پایش قوه ندارد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.